امت مسلمه گنجی که دروازش 1400 سال قبل تا قیامت بروی مرد و زن و پیر و جوان امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم باز شده است، ولی عده زیادی مردم از آن بیخبر هستند. برای دانستن جزئیات این گنج و چگونگی دسترسی به آن لطفاً برنامه خودتان را تا آخر تعقیب نموده ممنون سازید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. يا رب زدني علما يا رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. این آیه دوم سوره بقره می باشد. این کتاب با عظمت که رهنما و هدایتگری پرهیزگاران است، هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. لا ریب فیه، یعنی در این که قرآن از سوی خداست هیچ شکی نیست، زیرا مطالب آن بگونه است که جایی برای این شک و شبهه و تردید باقی نمیگذارد. و اگر شکی در کار باشد به خاطر سوء و روحی لجاجت افراد لجاجتگر است، چنانکه قرآن عظیم در آیه 45 سوره توبه می فرماید: فهم فی ریبهم یترددون. آنان در شکی که خود ایجاد می کنند سردرگم هستند. هدف قرآن عظیم هدایت مردم است و اگر به مسائل از قبیل خلقت آسمان ها و زمین و گیاهان و حیوانات و غیره اشاره کرده به خاطر آن است و توجه مردم به آنها موجب توجه به علم و قدرت و حکمت خداوند گردد. قرآن وسیله هدایت همه مردم است و همه بشر است. هدی للناس. سوره توبه آیه 45. همانند خورشید بر همه میتابد، ولی تنها کسانی که از آن بهره میبرند که فطرت پاک داشته و در برابر حق خاضع باشند هدی للمتقین. همچنان که نور خورشید تنها از شیشه پاک و تمیز عبور میکند، نه از خشت گیل، لذا فاسقان، ظالمان، کافران، مرددلان، مسرفان و تکذیب کنندگان از هدایت قرآن بهره‌مند نمی شوند، چنانکه که قرآن در آیه 80 سوره توبه می فرماید: لا یهدی القوم الفاسقین. الله سبحانه و تعالی هدایت نمی کند قوم فاسق را. آیه 51 سوره مائده: لا یهدی القوم الظالمین. هدایت نمی کند قوم ظالمین را. آیه 67 سوره مائده: لا یهدی القوم الکافرین. هدایت نمی کند قوم کافران را و مرددلان را. آیه 3 سوره زمر: لا یهدی من هو کاذب کفار. هدایت نمی کند مسرفان و تکذیب کنندگان حق را. سوال: این آیه درباره قرآن و مطالب آن می فرماید
لا ریب فیه، هیچ شک و شبهی در آن نیست، در حالی که خود قرآن شک و شبه و تردید مخالفان دین و قرآن را در این باره بیان می دارد. یک جا می فرماید اننا لفی شک مما تدعوننا الیه مرید. آیه 62 سوره هود. ما درباره آنچه ما را به آن میخوانی در شک هستیم و بنابراین چگونه میفرماید لا ریب فی، هیچ شکی در قرآن و محتوای قرآن وجود ندارد. پاسخ مراد از جمله لا ریب فی آن نیست که کسی در آن شک نکرده و یا شک نمی کند، بلکه منظور آن است که حقانیت قرآن به قدر محکم است که جای شک و تردید ندارد و اگر کسی شک کند و تردید کند به خاطر کوردلی خود آن است. ای کوردلان، فاسقان، ظالمان، کذابان، متعصبان، قرآن شما را به سوی خیر کثیر رهنمایی می کند وسط رحمت للعالمین. اما تعصبتان گوشهای شما را از شنویدن حقایق کار کرده است. هدی للمتقین، این کتاب یعنی قرآن مجید رهنما است کسانی را که از خدا می ترسند، یعنی کسی که از مالک خوف ندارد و مالک را مالک نمی داند و از شناخت آفریدگار خیش غافل است. چنین شخصی چگونه راهی را که قرآن بیان کرده تشخیص می دهد؟ کسی را می بیند که در او قدرت دیدن باشد. کسی که برای دیدن چشم ندارد چه چیزی را می تواند ببیند؟ همینطور آن شخصی که در دلش خوف مالک نباشد چه اعتنایی به حکم مالک می کند؟ ابن عباس رضی الله عنه در تفسیر هدی للمتقین می گوید متقین کسانی هستند که از مجازات خداوند متعال پرهیز کرده و هدایتی را که می شناسند فرو نمی گذارند و در تصدیق به آنچه که از سوی وی آمده است به رحمتش امید دارند. و در حدیث دیگری آمده است بنده به جایگاه متقیان و پرهیزگاران نمی رسد تا آنگاه که چرا در آن مانع و ایراد نیست به خاطر پرهیز از ارتکاب آنچه که در آن مانع و ایراد هست ترک نکند. از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که مردی به وی گفت تقوا چیست؟ ابو هریره رضی الله عنه از وی پرسید آیا تا کنون با مسیری پر از خار و خاشاک مواجه شده ای؟ آن مرد گفت بله. ابو هریره رضی الله عنه فرمود در آن هنگام چی کرده ای؟ مرد گفت چون خار را دیدم از رفتن به آن را صرف نظر کردم، منصرف گشتم. ابو هریره رضی الله عنه فرمود تقوا یعنی همین است. شکی نیست که تقوا کانون تمام خوبی ها، سفارش الهی به گذشتگان و آیندگان و بهترین صفتی است که انسان مومن میتواند گردد به آن آراسته گردد. چنانه که ابو درداء رضی الله عنه نیز چنین گفته است آنگاه خداوند متعال 4 صفت را برای متقین ذکر می کند. نخستین صفتش این است. یوم آیه قرآن در مقامی بس والا دارد. ذالک در ادبیات عرب ذالک اسم اشاره به دور است. اینجا به قرآن که در پیش روی با ذالک اشاره می کند که از عظمت دست نایافتنی قرآن حکایت می کند. رهنما باید در رویش دعوت و محتوای برنامه خود قاطع و استوار باشد. جمله لا ریب فی نشانگر استواری و احکام قرآن است. توان قرآن بر هدایت پرهیزگاران متقیان خود بهترین دلیل بر اتفاق
بر اعتقان و حقانیت آن است هدی للمتقین. افراد پاک و پرهیزگار و متقی از هدایت قرآن بهره‌مند میشوند هدی للمتقین، نه افراد ظالم، فاسق، کافر و مسرفان و کذاب. آنه که قبلا بیان کردیم، هر کس که ظرف دلش پاک و پاکتر باشد از نور قرآن بهره‌مندی آن بیشتر و نورگیری بهره‌مندی و نورگیری او بیشتر است. نور فی الظلمات بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله. بالقرآن اهتديت في رحبه